سلام به همه شما دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که در سومین برنامه از سری هوش مصنوعی نوتکست در خدمتتون هستم. امروز قراره بریم سراغ یکی از قدرتمندترین و البته بحث برانگیزترین فناوری‌هایی که بشر تا امروز ساخته، یعنی هوش مصنوعی. این تکنولوژی این قدرت رو داره که دنیای ما رو از این رو به اون رو کنه، اما سوال اصلی اینه این تغییر قراره به کدوم سمت باشه؟ ببینید، از همون روز اول در مورد هوش مصنوعی دو تا دیدگاه کاملا مخالف هم وجود داشته. یه طرف میگه این فناوری در حد کشف آتیش یا برق و قرار یه عصر جدید و طلایی برای ما بسازه. اما طرف دیگه چی میگه؟ میگه این شروع پایان نسل بشره و یک تهدید جدی برای کل موجودیت ماست. و این فقط یه بحث فلسفی و تئوری نیست، نه، حجم سرمایه‌گذاری‌ها تو این حوزه واقعاً سرسام‌آوره. فقط در سال 2022 92 میلیارد دلار پول وارد این بازار شده. این عدد به ما نشون میده که هوش مصنوعی با چه سرعت وحشتناکی داره بخشی از زندگی روزمره هممون میشه. خب بیایید اول بریم سراغ جنبه مثبت ماجرا، یعنی رویای هوش مصنوعی. ببینیم چطور این فناوری میتونه مثل یه دوست و متحد قدرتمند به ما کمک کنه تا به پتانسیل‌های نهفتمون برسیم. مثلا دنیای پزشکی رو در نظر بگیرید. هوش مصنوعی داره اونجا یه انقلاب واقعی به پا میکنه. فکرشو بکنید، الگوریتم‌هایی که میتونن سرطان رو حتی دقیق‌تر از یه پزشک متخصص تشخیص بدن یا آنتیبیوتیک‌های کاملاً جدیدی برای مبارزه با باکتری‌های مرگبار پیدا کنن. اینا دیگه چیزایی نیست که جو فیلم‌های علمی تخیلی ببینیم. اینا واقعیت امروز ماست. یا مثلا آموزش. هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که برای هر دانش آموز یه معلم خصوصی تمام و وقت باشه. یه معلمی که خودش رو دقیقاً با سرعت یادگیری و نیازهای همون دانش آموز هماهنگ میکنه. این یعنی پتانسیل برای یه جهش بزرگ تو کیفیت آموزش در سراسر دنیا. و اگه بخوایم از این هم فراتر بریم و در مقیاس جهانی بهش نگاه کنیم، سازمان‌های مهمی مثل یونسکو معتقدن که هوش مصنوعی میتونه یه ابزار کلیدی برای حل بزرگترین مشکلات بشریت باشه. مشکلاتی مثل تغییرات آب و هوایی، گرسنگی و فقر. چطوری؟ با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ای که از توان انسان خارجه. خب تا اینجای کار همه چیز عالی به نظر میرسه، نه؟ اما همیشه یه روی دیگه هم برای سکه وجود داره. یه نیمه تاریک که نگرانی‌های خیلی جدی و رو به رشدی رو به وجود آورده. حالا بیایید بریم سراغ کابوس هوش مصنوعی، یعنی اون پیامدهای ناخواسته و تهدیدهایی که میتونن آینده ما رو به خطر بندازن. و این کابوس از یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما شروع میشه، یعنی آینده شغل‌هامون. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یعنی OECD، بیشتر از 1/4 یعنی 27% از کل مشاغل در کشورهای توسعه یافته در معرض ریسک بالای اتوماسیون هستند. این یعنی میلیون‌ها، شاید هم 10 میلیون نفر ممکنه در آینده نزدیک شغلشون رو به الگوریتم‌ها ببازن. اما خطر فقط از دست دادن شغل نیست، یه خطر بزرگ دیگه هم هست به اسم سوگیری. سیستم‌های هوش مصنوعی از داده‌هایی که ما بهشون میدیم یاد میگیرن. پس اگه داده‌های ما تبعیض‌آمیز باشن، هوش مصنوعی هم نه تنها اون تبعیض رو یاد میگیره، بلکه حتی تشدیدش میکنه. مثلا ببینید، نرخ خطای سیستم‌های تشخیص چهره برای زنان با پوست تیره 34%، اما برای مردان با پوست روشن کمتر از 1%. این یعنی بی‌عدالتی محض. این تکنولوژی یه در بزرگ به سمت نظارت انبوه هم باز میکنه. از سیستم‌های تشخیص چهره که در حال حاضر تو 10 کشور استفاده میشه تا سیستم‌های امتیازدهی اجتماعی که رفتار شهروندان رو زیر نظر میگیره، این ابزارها میتونن حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی ما رو به شدت تهدید کنن. و اما شاید ترسناکترین جنبه ماجرا کاربرد نظامی هوش مصنوعی باشه. داریم در مورد سلاح‌های کاملاً خودکار حرف میزنیم، یا به قول معروف ربات‌های قاتل که میتونن خودشون بدون هیچ دخالت انسانی تصمیم به کشتن بگیرن. این واقعاً یه فصل جدید و وحشتناک در تاریخ جنگه. این تهدید اونقدر جدیه که صدها نفر از بزرگترین دانشمندها و مدیران همین حوزه، یعنی کسایی که خودشون دارن این تکنولوژی رو میسازن، یه بیانیه امضا کردن و هشدار دادن که خطر انقراض بشر به دست هوش مصنوعی باید همسطح خطر جنگ هسته‌ای جدی گرفته بشه. واقعاً تکان دهنده است. خب با وجود این همه پتانسیل فوق‌العاده از یک طرف و این همه خطر ترسناک از طرف دیگه، دنیا باید چیکار کنه؟ الان یه رقابت جهانی برای نوشتن قوانین جدید این بازی شروع شده.
اتحادیه اروپا تو این زمینه پیشقدم شده و قانون هوش مصنوعی رو طراحی کرده. رویکردشون هم خیلی هوشمندانه است. به جای اینکه کل تکنولوژی رو محدود کنن، کاربردهای مختلفش رو بر اساس میزان ریسک دسته‌بندی کردن. مثلا سیستم‌های خیلی خطرناک مثل امتیازدهی اجتماعی کلاً ممنوع میشن و سیستم‌های پرخطر مثلا در حوزه پزشکی یا استخدام تحت قوانین خیلی سختگیرانه قرار میگیرن. و همزمان داریم میبینیم که یه جور اجماع جهانی هم داره حول اصول اخلاقی هوش مصنوعی شکل میگیره. مفاهیمی مثل شفافیت، عدالت، امنیت و پاسخگویی دارن تبدیل به استانداردهای اصلی این حوزه میشن و از شرکت‌ها انتظار میره که این اصول رو رعایت کنن. بسیار خوب. بعد از بررسی این رویا و این کابوس بالاخره به کجا میرسیم؟ سوال اولمون رو تکرار میکنم. هوش مصنوعی دوست ماست یا دشمن ما؟ شاید بهترین جواب این باشه که هوش مصنوعی در ذات خودش نه دوسته و نه دشمن. اون فقط یه ابزاره. درست مثل آتیش. با آتیش میشه خونه رو گرم کرد، غذا پخت یا میشه یه جنگل رو به خاکستر تبدیل کرد. همه چیز به این بستگی داره که ما چطور ازش استفاده کنیم. پس سوال مهمی نیست که هوش مصنوعی ذاتاً خوبه یا بد. سوال حیاتی اینه که ما به عنوان جامعه بشری چه قوانینی، چه ارزش‌هایی و چه چارچوب‌هایی رو طراحی می‌کنیم تا بتونیم خوبی‌هاش رو به حداکثر برسونیم و بدی‌هاش رو مهار کنیم. آینده این فناوری و شاید آینده خود ما در دستان ماست.